قطعا شما هم مثل من به این باور رسیدید که با ساده ترین مواد میشه خوشمزه ترین و مجلسی ترین غذا رو درست کرد. ای یار مبارک بدو، ایشالله مبارک بدو. آقا داماد چنگوری، عروسی عممه، چراغا روشن کنم. والله به خدا کار یاد گرفتیم شب به شب این مردمان اولیه اینا رو روشن کنیم. چه ساعتی زده برق میره؟ زده چند؟ 9 تا 11. خب 9 تا 11 که برق میخوره به کلیپ گرفتن ما. چیکارش میشه کرد؟ هیچی. همه چی شده دیگه با ترس و لرز. واقعا. حالا 4 تا گشتوزار داریم، اون موقع خریدیم دکور بذاریم، حالا باید ازش استفاده کنیم. بذاریم برمه این تاریکی مطلق نشه. چقدر این کشمشاش تمیزه. بسته‌بندی آره خدایی نباید دادم باز بخره. ولی حروم خدا وکیلی. چند گرمه؟ 300 گرم 90,000 تومان. 300 گرم کشمیش 90,000 تومان. مفت خریدیم، مفت. کار من تمومه ها. بریم شروع کنیم. درود و مهر بر تک تک شما دوستان عزیز. توی این آموزش یه پلو مرغ عربی دیگه داریم. اهلا و سهلا، مرحبا. انت حبیبی چه میکنی؟ کشمیش میخورم. نوش جونت. کشمیشا نشسته است؟ نه من شسته هاش میخورم. به همین منظور ما یه مرغ 1.200 انتخاب کردیم. من مرغمو قشنگ شستم و پاکسازی شده آماده طبخه. به این غذا مجبوس مرغ عربی یا مجبوس مرغ کویتی هم میگن. ضمن اینکه ما در امتداد این ویدیو در انتهای کار یه سورپرایز قشنگ هم واسه این غذا داریم. میگم خدا وکیلی اینقدر مرغ خوردیم دیگه به قدقد افتادیم. بده مگه تا به حال مرغ تکراری خوردی؟ نه خداییشو نه. من نمیگم بده. من بدعادت شدم. بدعادت شدید. با مرغ بی نهایت غذا میشه درست کرد. یه پروتئین سالم و نسبت به گوشت قرمز و ماهی اقتصادی تر و در دسترس تر. اگر آماده اید بریم طرز تهیه‌اش رو با هم دیگه ببینیم تا در انتهای کار بهتون بگم چی این مرغ رو خوشمزه تر میکنه. اومدیم سر گازمون رو توی قابلمه مورد نظر یه مقدار روغن میریزیم تا کارمون رو با تفت دادن پیاز شروع کنیم. یه دونه پیاز متوسط و نگینی درشت خورد کردم، فقط در حدی که از اون حالت خامی در بیاد. توی این مقدار کم روغنی که ریختم تفت میدم. پیازمون که یه مقداری نرم شد و حالت شفافی به خودش گرفت، نوبت اضافه کردن ادویه هاشه. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق مرباخوری دون فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری تخم گیشنیز، 1 تیکه چوب دارچین، 1 دونه میخک و 1 دونه برگ بو. ادویه ها رو یه تفت کوچولو میدیم. عرضم خدمتون که ادویه های مجبوس مرغ عربی یه خورده متنوع تره، ولی ممکنه که تو هر خونه ای نباشه. به همین خاطر من سعی کردم از ادویه های استفاده بکنم که معمولا توی خونه ها موجوده. همینا کفایت کار ما رو میکنه. یه کوچولو که تفت دادیم میریم سر وقت مرغمون. پیاز و ادویه ها رو یه گوشه قابلمه جمع میکنم و اینم از مرغ بال و پا بسته ما. رونش و بالاش رو با نخ بستم. توی شکمشم یه نصف سیب زمینی گذاشتم که دفرمه نشه. همین گوشه قابلمه یه کوچولو سرخش میکنم. لازم نیست که مرغمون خیلی سرخ بشه، همین که یه خورده تفت بخوره و 4 طرفش رنگ بندازه کفایت میکنه. 4 طرف مرغم رو تفت دادم. بریم واسه پختش. به مقدار لازم نمک اضافه میکنم و به اندازه آب جوش میریزم که روی مرغم رو بگیره. بخشی از این آبی که داخل قابلمه ریختیم حین پخت مرغمون تبخیر میشه و به مابقیش برای ادامه کار نیاز داریم. از اینجا به بعد با شعله متوسط زمان میدم که مرغم بپزه. مرغمون بره واسه پخت.
حدوداً 1.5 ساعت گذشته و مرغ ما قشنگ پخته، آب اضافه‌ش هم تبخیر شده. وقتشه که مرغ درسته رو از داخل این آبش خارج بکنیم و آب مرغمون هم صاف کنیم. خب دوستان عزیز، من سعی کردم بدون اینکه آسیبی به مرغم برسه درسته از توی قابلمه خارجش بکنم. خیلی قشنگ پخته. گذاشتمش توی این ظرف پیرکس تا بعداً بهتون بگم که قراره باهاش چی کار کنم. و اما لازمه که آب مرغ باقی مونده رو صاف کنم. حدوداً نصف مقدار آبی که ریخته بودم باقی مونده. یه دونه صافی گذاشتم روی این ظرفم و با احتیاط آب مرغ رو خالی میکنم داخلش تا پیاز و ادویه هایی که ریختیم توش نره توی آب مرغمون. اینم از این 1 لیتر آب مرغ صاف شده معطر داریم که قراره یه جایی ازش استفاده کنیم. این مرغ رو قراره که گریلش بکنیم. من یه مقدار زعفرون رو به همراه کره آماده کردم. سطح روی مرغم رو کاملا با این زعفرون و کره کاور میکنم. میخوام بذارمش توی سولار تا با درجه گریلش سطح روش برشته بشه. اگر که سولار یا فر نداشتید با احتیاط سرخش کنید. تمام اطراف مرغتون رو سرخ کنید که حداقل پوستش طلایی و خوش رنگ و برشته بشه. این کره و زعفرون یه عطر و طعم خوبی هم بهش میده. اینو فعلا میذارم کنار. مجددا به اتفاق میریم سر گاز. توی یه قابلمه یه تیکه کره انداختم و یه مقدار کمی هم بهش روغن اضافه میکنم. صبوری میکنم که روغن کرم داغ بشه. 3 پیمانه پلوپزی برنج رو یه نصف روز با آب و نمک خیس کردم. ریختم توی این آبکش. روش آب سرد گرفتم که نمک‌های اضافه‌اش شسته بشه و حالا میریزمش توی قابلمه‌ای که روغن کره داره. به آرومی و بدون اینکه به برنجامون آسیبی وارد بشه یک کوچولو تفتش میدم. برنجا رو که تفت دادیم به مقداری از این استاک مرغ میریزیم داخل قابلمه که حدود 1 بند انگشت روی برنجمون رو بگیره. انگاری که همین 1 لیتر براش کافی بود. میشه چیزی حدود 4 تا لیوان. تو این مرحله میخوام بهش پودر هل اضافه بکنم. میتونید دونه سبز هل و موقع پخت مرغ بندازید توی مرغ که با مرغ بپزه، ولی من ترجیحم اینه که عطر هل و مستقیم داخل برنج داشته باشم. به همین خاطر توی این مرحله از پودر هل استفاده میکنم، حدود نصف قاشق چایخوری. قراره که این برنجمون رو به همراه استاک مرغ به صورت کته دم بذاریم. شعله بالا. صبوری میکنم که این بجوشه و آب اضافهش تبخیر بشه تا آماده دم شه. توجه داشته باشید حتما با شعله بالا و بدون در اجازه بدید که آب اضافه برنجتون تبخیر بشه، چرا که آب مرغ یه حالت چسبندگی داره، چسبناکه. خب من این دورش هم جمع کردم. صدای جیلیز و بیلیز هم داره به ما میگه که آقا شعله رو کم کن، یه دم کنی بذار و در قابلمه رو ببر 45 دقیقه بره واسه دم.
این از دم کنیش و اینم از در قابلمه. شعله بسیار کم باشه، زیر شعله پخش کن میذاریم که نسوزه. خب دوستان، طبق وعده‌ای که خدمتتون داده بودم میخوایم یه چیز خوشمزه درست کنیم. به به حسین آقا، رسیدم به خیر. یه خبر داغ دارم. با ضربت برای چی اومدی؟ قدیم ندیم تو محلا یه سری بودن بهش میگفتن جارچی. خب یه تبلایی داشتن، میخواستن خبر بدن، تبلو میزدن، بعد خبر با صدای بلند میدادن. من تبل نداشتم، ضرب آوردم بهت خبر بدم. چی شده؟ طاقت چی داری؟ والا میدونم که ایسکامو میخوای بگی. ایسکا چیه؟ طاقت چی داری بهت بگم؟ آره طاقتش. برو بریم. شانسی تو نمک شده، چند روزی گم شده، بارو پیدا شده، سرمشتن پوز شده، برام از سر بیار توی نمنم بارون، برم در رو ببندم لغن نخورد از قوم که میارن هر و عده به قرون نسید. بسه تابم سوخت. تقصیر من اومده برای زنگ آنتراک خوب. من که میتونستم ایسکامو گرفتی. دستت درد نکنه. بشین، کجا میری؟ بریم بابا. دوستان عزیز، یه تابه رو گذاشتم رو شعله پلوپزی گاز داغ بشه و یه پیاز بزرگ و خلالی کردم میریزم توی این تابه و قراره که پیازمون رو کاراملی بکنیم. با شعله متوسط اجازه میدم آب پیاز تبخیر بشه و زمانی که حس کردم داره کف تابه میچسبه یه کوچولو بهش آب اضافه میکنم تو 2-3 مرحله تا پیازم کاراملی بشه. حالا یه چیز دیگر رو خدمتتون عرض بکنم. این طرف بازار توی این قابلمه لعابی کوچولو من یک پیمانه پلوپزی لپه‌ای رو که خیس کرده بودم به همراه مقداری از اون آب مرغ و یه پیاز کوچولو گذاشتم قشنگ پخته و لپم هم صاف میکنم. حواسم به پیازم باشه که نسوزه. خدایی با این حسین آدم حوصله‌اش سر نمیره. توی یه مرحله‌ای من یه مقدار به اندازه 1/4 استکان آب به این پیاز اضافه کردم. مجدداً داره آبش تبخیر میشه. پیاز رو پخش میکنم کف تابه تا برای مرحله بعدی که میخوام آب بهش اضافه کنم آماده بشه. زمانی که میخوایم آب بریزیم اون موقعیه که پیاز یه کوچولو کف تابمون چسبیده باشه. نگاه کنید وقتی که اینجوری پیاز میچسبه به کف تابه یه مقداری آب بهش اضافه میکنیم و یه فرصت دیگه بهش میدیم که همزمان بپزه و رنگش کاراملی بشه. از این روش درست کردن پیاز کاراملی برای انواع ساندویچ هم میتونید استفاده کنید. مخصوصا خیلی مد شده توی برگر و هات داگ پیاز کاراملی میذارم. خیلی هم آب نمیریزیم. من تا به اینجا 3 مرحله آب اضافه کردم. یه مرحله دیگه هم بریزم کارش تموم و روغنمون اضافه میکنیم. پیازم الان اینجا آماده است که یه مقداری روغن بهش اضافه کنم و تفتش بدم. اگر دوست داشته باشید رنگش تیره تر بشه میتونید مراحل کاراملی کردنتون رو تا 5-6 مرتبه هم ادامه بدید، فقط اینکه شعلتون کم باشه. ما دیگه نمیخوایم بیشتر از این رنگش تیره بشه. من اینجا یه ادویه ترکیبی دارم که ترکیبات و مقدارش هم خدمتتون میگم. سرجم برای این مقدار موادی که میخوام درست بکنم چیزی حدود 1 قاشق مرباخوری در نظر گرفتم. ترکیب این ادویه شامل زردچوبه، دارچین، پودر هل، میخک ساییده شده و عرضم به حضورتون که پودر زیره و کمی پودر گل سرخه. از هر کدوم خیلی کم. شما حساب بکنید باید مجموع همه اینا بشه 1 قاشق مرباخوری. توی این مرحله لپه های پخته شده رو میریزم توی تابه و به همراه پیاز ادویه دار تفت میدم. مقدار ادویه های این میتونه متنوع‌تر و بیشتر باشه نسبت به ذائقه‌تون. منتها من حقیقت جنبه عمومی شو در نظر گرفتم که
همه بتونن درستش بکنن، چون ممکنه خیلی از اقلام ادویه هاشو کسی داخل منزل نداشته باشه. نمیصرفم که واسه یه غذا بخواین برید بیرون و ادویه‌شو تهیه بکنید. پیازمو انقدر نازک خلال کرده بودم که بعد از کاراملی کردن در هم تنیده شده. یه خود دارم با نوک این ملاقه بازش میکنم. مقدار پیازتون میتونه بیشتر از چیزی باشه که من در نظر گرفتم. توی این مرحله 100 گرم کشمیش پلویی شسته شده رو بهش اضافه میکنم. فقط حواستون باشه زمانی که کشمیش رو اضافه کردید خیلی کوتاه تفتش بدید تا پف نکنه و حالت سوختگی هم پیدا نکنه، چرا که طعمش تلخ میشه. به این چیزی که ما درست کردیم میگن حشو. یه مزه بسیار خوشمزه است که تو خیلی از غذاهای جنوب کشورمون هم ازش استفاده میکنن. عرض کردم خدمت و حالا با تنوع ادویه بالاتر این اینجا آماده است که یه طعم تکمیلی به غذامون بده. برنجمون که در حال دم کشیدنه. حشومون هم درست کردیم، نوبتی هم باشه. نوبت این مرغ خوشگلمونه که پخته تا بره توی دستگاه سولاردوممون گریل بشه و سطح روش قشنگ طلایی و برشته شه. خب من برای این کار از سه‌پایه کوتاه استفاده میکنم. مرغ رو میذارم داخل دستگاه و دکمه گریل GR1 اینتر حدود 10 دقیقه بهش زمان میدم. اگر لازم دیدم تایمم رو اضافه میکنم. چنانچه دستگاه سولار نداشتید کجا داخل فر گازی شعله بالا روشن میکنید، سطح روی مرغتون برشته میشه. بازم اگر نداشتید چیکار میکنید؟ با احتیاط مرغتون رو سرخ میکنید به همین راحتی. اینم از این. 5 دقیقه گذشته و یه سرکشی کنیم ببینیم که مرغمون تو چه وضعیتیه. به به، سطح روش داره برشته میشه. کاری که الان انجام میدم اینه، خاطرتون هست دیگه روش کره و زعفرون زده بودیم و اون کره و زعفرون الان توی این ظرف پیرکس ما جمع شده. با یه براش رمالش میکنیم. من فکر میکنم یه چیزی حدود 7-8 دقیقه دیگه به این زمان بدم یه رنگ خوشگلی میندازه. به به. فقط این ظرف خیلی داغه، باید مراقب باشید که اگر از سولار یا فر گازی استفاده میکنید دستتون نسوزه. دست تنظیمات دستگاه که نزده بودم، در سولار رو میبندم و مجددا استارت. یه کوچولو هم تایمش رو اضافه میکنم. گذاشتم روی 10 دقیقه. مجموع شد چقدر؟ 15 دقیقه. اینم دیگه آخرای کارشه. من یه بار دیگه هم در دستگاه رو وا کردم و روی مرغم و رمال کره و زعفرون دادم. بله باز شود دیده شود، بله که پسندیده شود. مرغمون آماده است. یه سری هم به برنجمون بزنیم. دم کشیده قطعا تا بریم واسه سروش. حدود 50 دقیقه گذشته و برنجمونم قطعا دم کشیده. به به، دون و خوشگل و معطر. همون مقدار پودر هلی که بهش زدیم نمیدونید چه عطری به این پلومون انداخته. میریم سروش کنیم. خب دوستان عزیز، برای سرو این مجبوس مرغ عربی برنجتون رو توی دیس بکشید، مرغ رو بذارید روش. حشو رو هم میتونید روی برنجتون بریزید، هم مثل ما اطراف دیس. در اصل مزه این برنج به همراه حشو تکمیل تر میشه و چه ظاهر جذاب و مجلسی پسندی پیدا کرد. قاشق به دستی عزیزم. هم بخورم. میخوای بخوری که قراره بریم سر فلفل شیرین. خب اینم از این. بریم. های بشقابو در آوردی یعنی. حقته. سر کن. ماست بیارم برات؟ نه. سزای آدم شکمو همینه. اینم تونده، چه کارش کردی؟ بیا که مرغشم بخور. اوه عجب برنج خوشمزه‌ایه.
خب یه قاشق هم حالا که به تستش رسید خودم تست کنم. چه چیزی داری میسوزی هنوز؟ میسوزم، دارم گور میگیرم، جهنم شده تو دهنم. از این هشوش نمیخوری؟ اون پیاز داغ داره، من دوست دارم. برنجشو بخور. آقا چه پیاز داغی، وای 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 وای. چاره سوختن فلفل فقط ماسته. دوستان عزیزم، غذای ما به همین شکلی آماده شد و میخوام بهتون بگم که کافی اراده بکنید. با هر چیزی که در دسترستون هست میتونید بهترین رو درست بکنید. فقط خودتون، همتتون و اون عشقتون به آشپزی نتیجهش میشه یه غذای عالی که عزیزانتون رو دور هم جمع میکنه. امیدوارم این آموزش رو بپسندید و مثل همیشه با عشق و انرژی مثبت به ما انگیزه بدید برای ادامه راه. نخور. باشه یه آبی، یه چیزی بخور. میفوتت کنم. برو. بریم سر میز. اوه فلفل هم مال خودت، من نمیخورم. گفت شیرینه که. عدد کرد. زندگی یک هدیه نابه. هر طلوع خورشید فرصتی تازه برای ساختن، بخشیدن و شاد بودنه. پس با ذهنی آروم و قلبی پر از امید هر لحظه رو در آغوش بگیریم. شکرگزاری راهی برای دیدن زیبایی ها، حتی در ساده ترین چیزها.